تلگرام کانال دادگاه شهر مسکو خبر داد که دادگاه نویل لیفورتو روز 2 اکتبر سال 2023 در یک جلسه پشت درهای بسته مسئله انتخاب چاره پیشگیری نسبت به یک شهروند تاجیکستان را که بر اساس ماده 275 کودکس جنایتی روسیه به جاسوسی عیبدار می شود بررسی کرد و او را به مدت تا 2 ماه یعنی تا 2 دکبر بحث پیشکی گرفت. خدمات مطبوعات دادگاه پایتخت روسیه تفسیرات دیگر نداد، ولی رسانه‌های روسیه خبر دادند که این نفر شریف جان تلوزاده نام دارد. اولین شده خبر با اتهام جاسوسی برای اوکراین دستگیر شدن تلوزاده را نشریه به مقامات قدرتی روسیه نزدیک مش نشر کرد. این نشریه نوشت یک جاسوس زاده تاجیکستان را در مسکو بازداشت و علیه حبس کردند. او به طور منتظم به خدمات امنیتی اوکراین یا SBU درباره مکان جایگیرشوی شبکه‌های دفاع ضد هوایی در اطراف پایتخت روسیه معلومات می‌فرستاد. بنا به اطلاع ما شریف جان تلوزاده را در حدود یک قسمی حربی مخفی دستگیر کردند. اول گمان کردند که او مرد کار است و راهش را گم کرده است، ولی معلوم شد که او عکس می‌گرفت و به خارج می‌فرستاد. سنجش نشان داد که او مستقیما با SBU رابطه داشت. با این مهاجر برای جاسوسی تا 20 سال زندان تهدید میکند. شریف جان تلوزاده 32 سال داشته خود را همچون هنرپیشه سینما معرفی میکند. شریف جان تلوزاده 7 اپریل سال 1991 در دهه فیلمندر در کنار شهر پنجکند به دنیا آمده است. او در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بوده، قریب هر روز عکس و ویدیو میگذاشت و تلاش داشت که در فیلم‌های هندی و ترکی نقش اجرا کند. به این خاطر تلوزاده یک مدت حتی در ترکیه نیز به سر می برد، اما در مطلب‌های آخرین خود او می گفت که برای کار و زندگی به مسکو آمده است. 9 سپتامبر سال 2023 شریف جان تلوزاده خبر داد که همسرش در بیمارستان استقلال در شهر دوشنبه دختر به دنیا آورد. روز 13 سپتامبر او خبر داد که پدرش از عالم چشم پوشید، ولی او در خارج قرار دارد و در مراسم دفن پدرش اشتراک کردن نمیتواند. آنهایی که شریف جان تلوزاده را میشناسند او را یک آدم ساده و زود باور مینامند و میگویند باور ندارند که انسان با چنین خلق بتواند برای جاسوسی کار بیاید. شناس دیگر او به یاد آورد که تلوزاده چنان ساده بود که یک افسر عادی یکی از نهادهای قدرتی تاجیکستان مدت طولانی او را با تهدید به ضد کشاندن پرونده برای پنهان کردن مطلب‌های فابریکه جواب یک گروه ترول‌های از سوی مقامات قدرتی جمهوری تشکیل شده وادار کرده بود. ولی یک منبع آگاه از جریان حوادث به بامداد خبر داد که اخیراً به ضد تلوزاده در تاجیکستان در واقع پرونده کشاندند. روز 15 سپتامبر سال 2023 او به ناگاه در فیسبوکش ویدیو نشر کرد و خبر داد که از مشق‌های حربی گذشته و اکنون به صف ارتش اوکراین می‌پیوندد. ویدیو و عکس‌ها هم از یک اردوگاه حربی بود که سربازان آنجا در خیمه‌های حربی شب و روز می‌کردند. تلوزاده این ویدیو و عکس‌ها را علاقه بعد یک روز پاک کرد، ولی کارمندان مقامات آنها را علاقه ثبت کرده گرفتند و روز 18 سپتامبر در تاجیکستان به ضد شریف جان تلوزاده بر اساس ماده 401 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام اشتراک در جنگ‌ها در کشورهای دیگر پرونده کشادند. نقل کرد صحبت بامداد، اما او در پاسخ به این سوال که آیا مقامات روسیه از احتمال فعالیت‌های جاسوسی تلوزاده مقامات تاجیکستان خبردار کردند اظهار بیخبری کرد. مقامات رسمی تاجیکستان این خبر را تا کنون شرح ندادند، ولی اگر آن تصدیق شود پرونده تلوزاده میتواند نخستین مورد رسانه‌ای شدن افتتاح پرونده از جانب مقامات تاجیکستان برای اشتراک در جنگ اوکراین شود. هرچند مقامات تاجیکستان هنوز در روزهای اول شروع جنگ روسیه به ضد اوکراین شهروندان خود را هشدار داده بودند که شرکت در این جنگ جوابگری جنایی را در پی دارد.